الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. سلام علیکم دوستان عزیز، برادرای گرامی و خواهران و مادران عزتمند. امروز درس دویم ما از سلسله درس های تجوید قرآن با زبان تاجیکی انشاءالله شروع میکنیم به درس دویم. یادتون باشد اگر درس اول ما در موضوع حروفات زبان عربی یا اینکه الفبای زبان عربی صحبت داشتیم که گفتیم در زبان عربی 28 حرف موجود است. خب از الف تا یا را خواندیم و باز ایضاح گفته یک دو نقطه را ذکر کرده بودیم که بعضی ها میگویند که 29 حرف است، لام الف یک حرف دیگر حساب میکنن. ما گفتیم به خاطر که یک آواز افاده میکند، همون لام الفی که علاهیده حرف حساب کرده میشود مرکب است یا اینکه پیدا شده است از لام و الف، بنابراین یک حرف علاهیده حساب نکردیم و یا اینکه همزه را یک حرف علاهیده حساب نکردیم. این یکم ایضاح بود. دویم ایضاح یادتون باشد اگر گفتیم که حرف ها به شکلی که خب در قرآن کریم خوانده میشن به همون شکل خواندنشان درست است. مثلا اتقه یا که ت نگنه بلکه تا گفته شود، چون که در قرآن کریم تا گفته ما سوره داریم. امروز درس دویم شروع میکنیم انشاءالله تعالی. درس دویم ما نام موضوع هست خب استعلا و استفاله. استعلا و استفاله. خب این درس هم به همون شکل قبلی به همون اسلوبی پیشین دوام میتیم، یعنی سوال جواب. سوال: این 28 حرف به چند گروه جدا می شود؟ جواب: به 2 گروه جدا می شوند، استعلا و استفاله. یعنی چگونه که در زبان تاجیکی ما حرفای صداناک داریم، هم صدا داریم، نمیدونم یاد بر سر و دیگر حرفا را به هر شکل تقسیم بندی داریم، در زبان عربی هم از یک دیدگاه، یعنی از یک جنبه. ما نمیگیم که در عموم، بلکه یعنی حاضرش همین فهمیدن من لازم که همون 28 حرف به 2 گروه تقسیم می شود، یکم استعلا، دوم استفاله. سوال: حرفهای استعلا چند تا و کدام هایند؟ جواب: حرفهای استعلا 7 تا و اینها می باشند. همین 7 حرف استعلا، من همین خا، صاد، باد، غین، تا، قاف، وا، من همین 7 حرف به خاطر آسان در یاد ایستادن علما در یک جمله بگوییم یک جا جمعشان کردن. خص ضغط قض، خص ضغط قض، یعنی برای ما و شما لازم است، ضرور است که فقط همین قدر از یاد کنیم. از همین یک درس کلان فقط خص ضغط قض همین جمله را از یاد کنید لطفا، که هر وقتی که برای شما حرفای استعلا لازم شید، همین شب خوابتون باشد خص ضغط قض یادتون بیاید. یعنی خص گفتنده خا صاد، ضغطین گفتنده ضاد غین تا، قض گفتنده قاف ضا. شما الواحده از یاد نکنید، من خیلی خا صاد تا قاف خیلی آمیخته ارش نیو، بلکه خص ضغطین قض همینه از یاد کنید، در یادتون خوبتر می استد. سوال: حرف های استعلا چی خیلی خوانده می شوند؟ جواب: دهان را پره کرده زبان را به بالا برداشته خوانده می شود. یعنی اگر ساده کرده بگیم غفص خوانده می شوند. یعنی با اگر عادی تر کرده بگیم در وقت تلفظ اگر حرف الف داشته باشن آ تلفظ می شوند. آ همون عادی تاجیکی خودمون آ. خب انشاءالله باز با مثال ها خوبتر می فهمیم. یعنی حرفای استعلا از همون بین 28 حرف 7 حرف بوده است و این 7 حرف همون حرفایی هستند که دهان پره می شود وقتی تلفظ کردن و
забон ба боло бардошта хонда мешаванд, ғафз хонда мешаванд. мисолаш қати иншоалло хубтар мефаҳмем. мисолҳо мо гуфтем ки 7 ҳарфи истеъло буд. хусса дағтин қиз, якум ҳарфи хо буд. мисолҳои ба ҳарфи хо будагиро мехонем. бисмиллаҳи рраҳмани рраҳим. خالدین فیها ابدا. بینید خالدین، نمیگیم خالدین، نگفتیم که چون که حرف خا حرف استعلا بود، بنابراین خالدین گفتن حق نداریم. خالدین فیها ابدا. من اینجا که حرف ه یا که حرف ها استعلا که نیست، به هم خاطر فیها نمیگیم، فیها ابدا. دیدید من همون حرفای استعلا را سرخ کردگی هستم، اهمیت دیدم اینو را. دوم مثال، یحسب ان ماله اخلده. یحسب ان ماله اخلده. بینید اخلده نمیگیم اخلده، نگفتیم، بلکه وقتی خو را تلفظ کردن دهان پر شد. اخلده. دیگر مثال، وآمنهم من خوف. بینید وآمنهم من خوف. خوف نگفتیم، خوف نگفتیم، خوف. دهان پر شد وقتی حرف خو را تلفظ کردن. مثال دیگر، واما من بخل واستغنى. بینید آخران مثال ما حرف خا کسره دارد، یعنی زیر دارد. وقتی که زیر داشته باشد این استثناء می شود. برادر عزیز انشاءالله با دیگر درس‌ها صحبت میکنیم. حرفای استعلا با دو قسم جدا می شوند که اونو میخواستگی ها مثلا میتونن که در باره علاهیده خب کاف کنند. من نمیخوام امروز در موضوع دیگر درم. باز مثلا همون حرف دو تقسیم می شود که کدام حرفایی هستند که کسره یعنی زیر گیرن، حرفای استعلایی هستند که اگر زیر داشته باشن اینها الکی تنک خوانده میشن، مانند حرف خا. و اما من بخیل و استغنى. بخیل نمیگیم، بخیل نیو، بخیل و استغنى. خب مثال های حرف صاد، و عملوا الصالحات. وعملوا الصالحات. دیدید حرف صا غفظ شد، هیچ گاه ما وعملوا الصالحات نمیگیم، وعملوا الصالحات. إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا. حرف را غوص خوانده می شود. مرصادا. خب صادا، حرف صادا بینید استعلا که هست آ گفتیم، مرصادا نمیگیم. یا که سیصلا نارا ذات لهب. سیصلا نمیگیم، سین بریم. دیگر مثال، الله الصمد. الله الصمد. انشاءالله ما یک درس دیگه علاهیده درجه های استعلا را صحبت میکنیم، یک ویدیو دیگه علاهیده میکنیم. یعنی اگر حرف استعلا یعنی همون حرف خا در همه وقت استعلا است، یا حرف صاد همه وقت استعلا است، اما غفصی و باریکیش یا که غفصی و تنکیش با درجه دارد به خودش. از همه از زیاد غوث‌ترین مقام یا که غوث‌ترین درجه حرفای استعلا در حالتی هستند که الف داشته باشند. من اینجا حرف خا الف دارد، حرف صاد الف دارد، و آسته آسته هم خیلی رفته اگر با حرف صاد خودش ساکن باشد و پیش از خودش فتحه باشد، همین خیلی چند 5 درجه بگیم وابسته از حالتی همون حرف 5 درجه دارد. انشاءالله اونا را باز دیگر روز صحبت میکنیم. شما حاضرش همین دقت دید که حرف استعلا الف داشته باشد آ تلفظ میشود. خب به حرف ضاد، مثال حرف ضاد، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دیدید ولا الضالین، ولا الضالین نگفتیم بلکه ولا الضالین. ولسوف يعطيك ربك
ربك فترضى. حرف الضاد أهمیت. ولسوف يعطيك ربك فترضى. فترضى نمیگیم، فترضى میگیم. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا. خب حرف الضاد تلفظ شدن دهان پر می شود. ووزعنا یا که وودعنا نمیگیم. حتی که وقتی وودعنا بگیم دالش بگیم تماما احساس پوری نمیکنه دهان، صفت حرف گم می شود. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. انقض، دیدید؟ انقض ظهرك. دیگر مثال رضي الله عنهم ورضوا عنه. دیگر مثال والشمس وضحاها. وضحاها حرف ضاد دیدید که غفص شد. خب مثال دیگر از حرف غین. ما 7 حرف بوده: خص، خا، صاد، ضغطین گفتن ضاد، غین، طا. من غین ده ان شاء الله مثالش میخونیم. و من شر غاسق اذا وقب. و من شر غاسق، دیدید؟ غاسق، غاسق نمیگیم. و من شر غاسق اذا وقب. و غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دیدید؟ حرفای غینش ما اهمیت دید، برای اینکه این حرفای مثالایی که به حرف غین هستن. فالمغیرات صبحا. بینید؟ فالمغیرات صبحا. حرف غین غی نمیگیم و به خاطری که حرف غین استعلا را باشد کسره دارد. فالمغیرات صبحا. حرف طا. والسماء والطارق. بینید؟ والطارق. وما أدراك ما الطارق. طارق. الذي أطعمهم من جوع. أطعمهم. أطعمهم. وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب. حمالة الحطب. من این تی اولا فکر کنید چه خیلی تلفظ شده است و بعد حرف تا را فکر کنید، گوش کنید. و امرأته حمالة الحطب. خب فرقش انشاءالله خوب میفهمید. حرف قاف. خص، ضغط، قض. قاف ضا ماندگی است یعنی. القارعة. حرف قاف قطعی بینید. القارعة. ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. باز القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ثم شققنا الأرض شقا. بینید؟ ثم شققنا الأرض شقا. شقا نمیگیم، یا که ثم شققنا نگفتیم. شقق. خب غوص. و من شر غاسق اذا وقب. بینید در این مثال آخرون به حرف قاف، قافی ما کسره دارد یعنی دو تا زیر کی دارد، تنوین این دارد، به همین خاطر غاسقین نمیگیم، غاسقین نه، بلکه و من شر غاسق اذا وقب. وقب حرف دیگری قاف استعلا و فتحه دارد. یعنی تنها و تنها 4 حرف هست که از بین 7 حرف استعلا وقتی که کسره هم داشته باشد غفص خوانده می شود. اینا هستند صاد، ضاد، عین، ببخشید، تا، ضا، صاد، ضاد و تا، ضا.
همین 4 حرف در همه حالت استعلا غوث خوانده میشن. باقی مانده خب 3 حرف دیگری استعلا، یعنی حرف خا، حرف خب قاف و حرف چی است دیگریش؟ غین. خص حرف خا صادش نه، ضغطین ضاد، غین، تا، قاف، ضا. یعنی از بین 7 حرف 3 حرفش وقتی کسره زیر گیرد تنک خوانده میشد. انشاءالله و یک درس علاهیده میکنیم. مثال دیگر به حرف ضا: فأنذرتكم نارا تلظى، تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى. أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا كنا عظاما نخرة في لوح محفوظ، في لوح محفوظ. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. خب این بود 7 مثالای 7 حرف استعلا برادرای عزیز ارجمند. خب در آخر یعنی موضوع را جنبست میکنیم یک بار دیگر برای مستحکم کردن موضوع. و همین خیلی من چیز کردم که ما یادتون باشد 28 حرف داشتیم در زبان عربی. 28 حرف تقسیم کردیم به 2 قسم، استعلا و استفاله. از این حرفا 7 حرفش استعلا بود، خص، ضغط، قض. از 28 حرف 7 که استعلا باشد، باقی مانده 21 حرف دیگر می شود استفاله یا که استفاله. هر کلمش درست است، استعلا یا که استعلا، استفاله یا که استفاله. خب استفاله 21 حرف دیگر باقی مانده است که ان شاء الله تعالی یک ویدیو دیگر درباره موضوع استعلا، مثال های استعلا را با هم زیادتر مشق میکنیم و میگذاریم در موضوع استفاله. ان شاء الله اگر شما موضوع استعلا را خوب بفهمید، موضوع استفاله را ناخوانده حتی ما گذشته میتونیم، به خاطر که برعکس همین موضوع استعلا هست. موضوع استفاله کدام حرفایی که استعلا هستند آ خوانده میشن، اگر استعلا نباشد فهمیده میشود که مثلا خوانده میشود. بسم الله، یا که نمیدونم الحمدلله رب العالمین. عالمین گفتیم عین میگیم عینه، عالمین، عالمین نمیگیم کو، برای که عین حرف استعلا نبود. ان شاء الله همین درس استعلا خوبتر اگر فهمیده شود، بعد موضوع استفاله آسان می شود. خب سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.